بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته. سلام مردم، هم نفسای برنامه یاد خدا، هم شهریای شهرالله. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید و طاعات و عباداتتون هم مورد قبول خدای بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. الحمدلله رب العالمین. ما به دعای شما همچنان نایب الزیارتون هستیم به شرط لیاقت. حرم مطهر کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها روز چهارشنبه هم هست. به این خاطر من اول برنامه سلامی هم عرض کردم به محضر برادر بزرگوارشون که فرمودن هر کس خواهر من رو در قم زیارت بکنه مثل اینی که منو زیارت کرده. گفت دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چی تو مملکتمون این شیعه خانه اهل بیت داریم، از دولتی سر این خواهر و برادر، این خورشید و ماه تابان، این شمس و قمر درخشان هست که اگه موافق باشین توی این ششمین روز از سال جدید از خدا بخوایم این سال ما رو سالی باشه که انشاءالله تا آخرش سر سفره این خواهر و برادر پر رزق و روزی باشیم انشاءالله. بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد بریم و برگردیم گفتگومون رو شروع بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. این حس قشنگی که خادمان با صفای حرم مطهر ایجاد کردن تو این تصاویر برای من و شما، هم در طول سال هست به نظرم، هم در طول ماه مبارک رمضان بیشتر هم این اتفاق میفته. توزیع فیش غذای متبرک و غذای حضرتی و یا اون بسته هایی که هدیه میدن در خونه ها واقعا کار خیلی قشنگیه که انشالله خدا برکت بده به کار این عزیزان. و شما هم که دارین برنامه یاد خدا رو میبینین، یه روزی قسمتتون بشه در خونتون رو بزنن یه هدیه، یه تبرکی. میتونه همین پرچم مقدسی باشه که اینجا دوستان ما دکور برنامه رو بهش زینت دادن. چجوری؟ اینکه شما به 301122 عبارت یا معصومه رو بفرستین تا اذان مغرب فرصت دارین که این پرچمی که مدت‌ها داخل گنبد حرم مطهر بوده و متبرک هست رو ما با افتخار تقدیم شما بکنیم. به قید قرعه 1 نفر انتخاب میشه. برنده روز گذشتمون از شهر ساری هستن.
دوستان مازندران، آقای علی طاهری عزیز، بهشون تبریک میگم. یک پرچم متبرک با افتخار تقدیم میکنیم به محضرشون. سلام علیکم و رحمت الله. استاد محمدی شاهرودی عزیز، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشید. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عزیزانی که در خدمتشون هستیم و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، نمازها، روزها، آرزوی برخورداری از فیوزات و برکات بقیه این ماه که خیلی مهم است که دعا رو شب‌ها 3 بار بخونید. اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلة هذه ولک قبلی تبعة او ذنب تعذبنی علیه. خدا من به تو پناه میبرم که ماه رمضان تموم بشه، نه همین یک شب تموم بشه، هنوز بر من گناهی مونده باشه که نیامرزیده باشید. انشالله که دوستان از بقیه ماه برخوردار باشن. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شماست بر زمان ما و آقای قوامی و شما و قیامت شما جاری بشه. من یه حدیث کوتاه از پیامبر بخونم که برنامه متبرک بشه. فرمود طلب العلم فریضة علی کل مسلم و در حیات دیگر فرمود اطلب العلم من المهد الی اللحد. از گهواره تا هنگام مرگ که نه، بعد از مرگ تا گور دنبال دانش باشید، علم فرا بگیرید. اطلب العلم ولو بالسین، اگر شده تا دورترین نقطه دنیا برید برای فرا گرفتن علم برید. علم از هر کس گیر آوردید بگیرید. العلم ضالة المؤمن اینما وجدها یأخذها. علم گم شده مؤمن هست، هر جا گیرش بیاره اون گم شده خودشو میگیره. انشالله که حاصل گفتگو ما و شما و دوستان علم باشد. الهی آمین انشاءالله. خب ما کلی سوال دوباره دریافت کردیم ذیل موضوع سحر و جادو و اگر اجازه بدید برای اینکه از فرصت من اول برنامه 7-8 بیت شعر آماده کرده بودم، اونا رو تقلیل دادم به 2 بیت که برسیم بیشتر سوالات مردم بپرسیم. من اون سلام احوال پرسیارم نمیخونم، اگر شما اجازه بدید بریم سراغ طرح سوال. چرا خدا به ساحران قدرت میده که اصلا این کار انجام بدن؟ خدا به همه قدرت داده چون انسان قدرت داره. حالا بعضی از قدرتشون سوء استفاده میکنن، میشه از همین قدرت حسن استفاده کرد. اون کسی که با سحر گره به کار مردم میندازه میتونه با دعا از همون قدرت استفاده بکنه و گرهی باز کنه. اون کسی که مثلا با چاقو شکمی پاره میکنه اسمایی میکنن، میتونه با چاقو گرهی رو باز کنه. مثلا فرض کنید برای مهمانی میوه پوست کنه یا مثلا چیز از این قبیل. حالا این از قدرتشون سوء استفاده میکنه. اگه این قدرت بهشون نده معناش اینه که انسان نباشن، چون انسان این قدرت رو داره. یا بگیم اختیار نداشته باشن، بتونن دعا کنن نتونن سحر کنن، یعنی اختیار نداشته باشن. اختیار نداشته باشن دیگه انسان نیستن. بله. میشه مثلا فرشته یا میشه سنگ، چوب، چیزایی که. پس اگر انسان باشد حتما اختیار داره. اختیار یعنی چه؟ یعنی بتونه سحر کنه، از این ابزار منفی، از این گناه کبیره بهره ببره یا نبره. مثل بقیه گناهان. چطور بعضیا فرض کنید مشرک میشن، انواع گناهان انجام میدن، قتل نفس انجام میدن، این هم یه گناه کبیره است مثل بقیه گناهان. اگه اختیار داشته باشه باید بتونه این کار انجام بده، وگرنه دیگه وقت اختیار نداره. اینم که خدا بخواد مرتب سنت خودشو بشکنه، بگه که من اختیار نسبت به مثلا فلان گناه کبیر میدم بهتون اما نسبت به سحر نمیدم. وقت مرتب باید استثناء بخوره سنت های خداش، این هم نظام آفرینش به هم میریزه. مطلب بعد این که خب اگر هر دردی وجود داره درمانش هم وجود داره. سحر هم به عنوان یک بلا، به عنوان یک دردسر، درمانش هم وجود داره. خب میتونن هم دفع کنن هم رفع کنن، هم میتونن کاری کنن که جلوش گرفته بشه که اصلا سحر اثر نکنه، هم میتونن سحر رو از بین ببرن. حالا راههای متعدد که شاید انشالله در اگر سوالهای بعدی باشه بیشتر توضیح خواهیم داد. بنابراین این هم نکته بعدیه. آیا سحر انسان رو مسئول اختیار میکنه؟ اون مسئول رو عرض میکنم کسی که سحر شده. نه، اون بازم میتونه از خودش دفاع کنه، درمان کنه، مثل بقیه بیماری ها، مثل بقیه گناهان که میشه توبه کرد، اینجا هم میشه از سحر
نجات پیدا کرد. خیلی ممنونم استاد. گفتن که آیا اسفند سحر رو میتونه باطل بکنه؟ آیا غیر از دود کردن راه استفاده دیگری هم برای اسفند هست؟ درباره اسفند ما روایت فراوانی داریم تحت عنوان الحرمل با هجمی، حرمل عربیش میشه که فارسیش همون اسفنده. دود کردنش ما ندیدیم اما استفاده کردنش رو دیدیم، منتها چون سمی هست خب خطرناکه که بخواد کسی مثلا بخوره یا چیزایی. ولی تو روایات زیاد داریم که رو هر برگ اسفند فرشته نشسته چیزی از این قبیل بلاها رو دفع میکنه. چشم زخم مثلا دربارش داریم که اسفند دفع میکنه. دود کردنش هم با تجربه گفتن که شاید مثلا بچه‌ش این باشه که حال مثلا بخواد اسفند با کندور دود بشه اون شیاطین جن رو فراری میده. مثلا بعضی از دودها هست که میکروب کشه. بله. یه چنین خاصیتی تقریبا داره اسفند. بنابراین بله اسفند خاصیت داره چون روایت دربارش خیلی زیاد داریم اما کم و کیفش تو روایات نیست که عرض کردم مثلا دود کردنش رو ما ندیدیم گرچه بی تاثیر نیست. برای چشم زخم داریم، برای دفع شیاطین جن داریم و برای سحر ندیدم جایی. بله. گفتن که میخواستم بدونم برای باطل کردن جادوی سیاه باید چیکار کنم؟ من پیش 3 نفر رفتم که برام سر کتاب بگیرن، هر 3 نفر گفتن که شما جادوی سیاه شدی و باید اون رو باطل کرد. باید چیکار بکنم؟ باطلش گفتن سخته. خب جادوی سیاه من نمیدونم. باطل میکردن همون کسانی گفتن جادوی سیاه شدی؟ باطل میکردن. باطلش میکردن. چرا باطل نکردن؟ غالبا اینها گونه امور بیشتر اون کسانی که این حرفا رو میزنن دکون باز کردن و خیلی نمیشه اعتماد کرد. بله سحر وجود داره، جادو وجود داره که سحر و جادو و طلسم و جنبل همه اینها یک حقیقته. اینا وجود داره نمیشه انکار کرد. دیروز هم عرض کردم که 3 تا منشأ برای سحر ما گفتیم یا 3 نوع سحر رو دیروز توضیح دادیم. بله. در این که وجود داره تردید نیست، اما در این که حالا سیاه و سفیدش رو ما باز جایی ندیدیم. بله بعضیاش خطرناکتره. برخی مثلا فرض کنید که شیاطین جن عفاریت جن رو به کار میگیرن برخی از سحرها که خب مقابله با اونها و دفاع از خودش اونجا کار مشکلی است. اما اینکه حالا این از کدام سیاسیش من نمیدونم یعنی چه کار کنن، خودشون این کارو بکنن. حالا یا اونها اگر واقعا راست میگن این سحر رو دیدن، جادو رو دیدن، قابل بطلان هم هست، باطل کنن دیگه. درسته. من فکر کنم مثلا میگم باید چند میلیون حالا شاید 10 میلیون احتمالاً دیگه وقتی چنین چیزی مثلا عجیب غریبی از خودشون در میارن میگن بعد حالا میگن اینقدر باید هزینه کنیم. آره اون پول‌های زیاده والله. خب اگر واقعا اینها برای خدا کار میکنن چقدر طول میکشه بخوان یه سحر مثلا باطل کنن؟ چقدر براشون زحمت داره. فرض کنیم که شیاطین میان اذیتشون میکنه اینا که خب با این کارا سر و کار داره. به نظرم از همین دلایل خیلی نمیشه اعتماد کرد به این حرفا. خودشون رو انجام بدن، خودشون راههای درمانش تو مفاتیح هست، جاهای دیگه هست، از علمای اطرافشون بپرسن. حالا بعضی از کارهایی که میتونن انجام بدن مثلا ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسیار مؤثر هست برای دفع شیاطین جن. همراه داشتن حفظ امام جواد علیه السلام هم دفع میکنه هم رفع میکنه. و 4 قول خیلی سفارش شده. 4 تا قول در قرآن، قول یا ایها الکافرون، قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. خوندن اینها خیلی مؤثر هست. آیت الکرسی بسیار مؤثر، داشتنش تو خونه خیلی مؤثر هست. یه قرآن کوچیک همراهشون داشته باشن خیلی مؤثر هست. و عرض کنم که حالا اگه مثلا تو خونه ای که گاهی اذیت میشه، البته این که حالا سحر باز مطلب دیگری است، برای سحر هم راههای بطلانی که وجود داره، در مفاتیح راهی وجود داره برای بطلان سحر. و خدمت شما عرض کنم که دعا کردن، صدقه دادن، توسل به اهل بیت علیهم السلام اینها باطل میکنه. دوستان توجه داشته باشن سحر هر چه باشه یه قدرتش از دعا بیشتر نیست، قدرتش از قدرت اهل بیت بیشتر نیست، چون اون ساحر مثلا رو دست اهل بیت بلند شده. نه، با توسل به اهل بیت علیهم السلام و با این چیزایی که عرض کردم میتونن خودشون باطل کنن، اهمیت هم ندن. باز چون این بحث دیروز داشتیم فقط اشاره میکنم که سحر علت تامه نیست.
که بگیم که این مثلا بیماری یا این گرفتاری، این گرهی که به زندگی افتاده 100% مال سحر. نه، 1%، مثلا 40%، 50% سحر، بقیهش امور دیگر هست. برن سراغ اونها. درست. برن سراغ اونها که مشکل حل بشه و درست. اونها همین علوم طبیعی و علوم معمولی هست و اون که در دین اومده، در روایات، در آیات، برن سراغ اونها تا مشکل حل بشه. یعنی مثلا که من رفتم توسل، خب توسل میتونه گره رو باز کنه، دعا میتونه گره رو باز کنه. بله. ولی اینکه با این سحر گرهی زده شده باشه با دعا باز میشه. برن سراغ اون کارها که هیچ مشکلی هم نداره، ثوابم داره. یعنی اگه هم نتیجه نگیرم بهترین عبادت رو انجام دادن. حالا چون اینجا این توضیحات فرمودید، یه سوالی پرسیدن، این مقدار جزئی تر پرسیدن. گفتن از آقای محمدی پرسیدن که چه راهی برای باطل شدن هر سحری هست؟ مثلا سحر عصبانی کردن، سحر جدایی بین افراد، سحر از بین بردن مال و دارایی، سحر مریض شدن و بیمار کردن. اینا آیا هر کدومش براش یه باطل و سحر جداگانه ای هست یا یه دستورالعمل واحدی داره؟ و اینکه آیه‌ای که فرمودید برای باطل کردن سحر چی هست؟ بعد آیه‌اش توی مفاتیح هست. خدمتتون عرض کنم اینایی که گفته شد شاید بالای 90%ش ربط به سحر نداره. این عصبانی میشه، باید عصبانی نشه، راه درمان داره. غضب از شیطانه، بله، وقتی شیطان بر انسان مسلط شد مثل سحر میمونه. بله. غضب منشأ شیطانه. روایات فراوان داریم و حضرت نوح علیه نبی و علیه السلام گفت وقتی عصبانی شدید همه چیز دست منه. هر سخنی گفتی من گفتم، هر تصمیم گرفتی من تصمیم گرفتم. ابلیس به حضرت نوح علیه السلام گفت. بنابراین راه درمانش اینه که انسان عصبانی نشه. عصبانی شد سکوت کنه، بلند شه وضو بگیره. امام رحمت الله علیه که از اون احادیثی که تو 40 حدیثشون، تو 40 حدیثشون شرح کردن، همین راجع به غضب و عصبانیته. روایت نقل کردن اونجا، از جمله این که انسان بره وضو بگیره. عصبانیت، غضب از شیطانه، شیطان از آتشه، وضو که آبه اونو خاموش میکنه، اون حالتشو عوض کنه، نشسته باشه قدم بزنه، ایستاده بنشینه. خلاصه این که باید راه درمان اینها تک تک تو اخلاق، تو مباحث اخلاقی ما، تو مسائل تربیتی ما مفصل اومده، تو کتاب‌های اخلاقی با دقت اومده. بنابراین اینا رو شما به حساب سحر نذارید. درست. که عصبانی میشه بگی من سحر فرض کن ورشکست کردی تو داراییش بگی من سحر شدم. نه، درست مسائل اقتصادی مراعات نکردی، نمیدونم بی احتیاطی کردی، مشورت نکردی. از کنم که گاهی یه حالا خاطره کنم، یه خانمی به من تلفن کرد گفت که وقت منو بستن. وقت بستن هم خودش سحره. بعد شروع کرد توضیح دادن که چی شد اینها. من خندیدم گفتم بله خانم، وقت شما بسته شده، اما نه با سحر، به دست خودتون. عجب. آره، تعجب کرد. یعنی چه؟ گفتم اون خواستگار اولی که برای من توضیح دادی از نظر شرع، از نظر اسلام، از هیچ ایرادی نداشت، همه محسنات و همه اون خصوصیات یک خواستگار خوب داشته، چرا ردش کردی؟ پس تو با رد اون خواستگاری که همه اون چی که دین گفته، اخلاقش درست بود، دینش درست بود، اصالت داشت، همه اینها رو داشت، چرا ردش کردی؟ خب شاید به دلش نشسته بود آقا دیگه. باید بشینه، ازدواج کنه بعد میشینه. اینا آها، یعنی بعدن آره، اینا بیشتر تصوراتی است که خیال میکنه مثلا حالا این به دل من نشست، یه هفته بعدش دیگه از دلش میره بیرون. آها. یه برخورد بعد باش داشته باشه آنچنان متنفر میشه که دیگه کلا میگه این به دل من ننشست. یه رفتار خوب آنچنان به دلش میشینه که عاشق و معشوق. آره، هر دوشو دیدیم، راست میگی. آره، نه اینا رو نمیشه اهمیت اون چیزی که تو خود شهر اومده: دیانت، تقوا، اخلاق، اصالت خانوادگی و این که انسان سابقش رو نگاه کنه، پدر مادرش رو گرفت. و هر حال اینا بسیارش اینجوریه. درست. پس اینا رو به حساب سحر نذارن. اما حالا اگه به حساب سحر گذاشتن، همون دستورالعمل کلی که عرض کردیم اونا برای همش یک نواخته. بله. گفتن زنی 60 ساله هستم، از بچگی جن میبینم، اذیتم میکنن، حتی مرا هم میزنن، حتی از من خواستن به دنیای اونا برم. تا به حال دعای مفاتیح و دیگر دعاها رو برای دور کردن اونها خوندم، اما فعلا تأثیری نداشته. بله. ممکنه وهم و خیالم باشه ها؟ نه، این ممکنه راستی باشه. حقیقت داره. عجب.
چون افراد زیادن که گرفتار میشن. مثلا الان به نظر میاد خیلی فعال شدن، زیاد شده این ماجرا. دیروز هم عرض کردیم آخرالزمان که هر چی جلوتر میریم ما توصیه میکنیم که یه قرآن کوچیک همراهشون همیشه باشه. قرآن کوچیک همراهش باشه. ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو با بسم الله مرتب تکرار کن. نمیذارندش، کتکش میزنن. خود این ذکر رو بگه اذیتش میکنن. باید به زور هم شده بگه، باید اعتنا نکنه و ذکر رو تکرار بکنه. این ذکر باید انقدر تکرار بشه که اونا فاصله بگیرن. آیت الکرسی باید مرتب بخونه. همون 4 قول که عرض کردم رو باید بخونه مرتب، مثلا وقت خواب که میخواد بخوابه حتما بخونه. حرز امام جواد عرض کردم همراهش باشه. این حرز امام جواد بسیار مؤثر هست. حالا بعضی حرز دیگه هست، به حرز به نام عبیدجانه یا عبیدجانه که حالا اونم روایتی داریم از پیغمبر که اون شخص گرفتار جن شده بود و اومد خدمت پیغمبر یک حرزی بهش داد که اون باعث شد که دفع بشه. این حرز ها، حالا حرز امام رضا علیه السلام، حضرت زهرا، همه ائمه علیهم السلام حرز دارن. حرز ها رو همراه خودشون داشته باشن. اسفند و کندور هم زیاد دود کنن، اعتنا هم نکنن، تحویلشون هم نگیرن. هرچه بترسن بدتر میشه. آقا حضور در حرم ها تأثیری داره؟ بله، اصلا وارد نمیشن، یعنی اونا نزدیک. آها، یعنی تو فاصله که اینجا هستن اونا ازشون دور. نورانیتی هست که اونا اجازه ورود نمیده. آره. خب پس یکی از راهاش هم این شد که بیاین حرم حضرت کریمه. یه فاصله بگیریم و افطاری کریمانه‌ای که هر شب اینجا بعد نماز مغرب بساطش پهنه و یه چند روز دیگه هم بیشتر فرصت نیست برای کسانی که احیانا دوست دارن تا مشارکت داشته باشن، سهم داشته باشن در ثواب این کار، این بخش رو ببینید و برگردیم و ادامه سوالات رو میپرسم از استاد. بفرمایید. همه از خدایی به سوی خدا بروید. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که خیلی زود نه فقط از طریق صفحه تلویزیون بلکه از نزدیک شما شاهد این گنبد و بارگاه باشید و پنجه در پنجره ذریح مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بندازید و مثل این خواهرها و برادرای من که دست خالی میان و دست پر برمیگردن، شما هم خیلی زود مشرف بشید و حاجت روا باشید و بهترین ها به برکت نگاه پرمهر حضرت کریمه برای شما اتفاق بیفته. خب عرضم حضور شما که این 301122 که یا معصومه سلام الله علیها رو ارسال میکنید برای این هستش که ما یک نفر رو انتخاب بکنیم، پرچم متبرک رو تقدیم بکنیم و اینکه برای شرکت در افطاری کریمانه هم باز بچه‌ها زیرنویس میکنن در طول برنامه، میتونید از اون طریق مشارکت داشته باشید و ثوابش رو ببرین. یکی از عزیزان از زائران حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سوالی رو مطرح کردن، به جهت هم به نظرم خوبه که ما سوالشون هم بپرسیم راجع به کنترل وهم و خیال. شاید خیلی از این اتفاقات اوهام باشه، خیال باشه، برای اینکه اونها رو ما جلوگیری بکنیم که اتفاقی برامون نیفته و حالا دامن زده نشه به وهم و خیال، چه کار راه بردی رو در واقع شما تجویز میکنیم؟ اول باید مطالعه کنم ببینن که منشأ این وهم و خیال ها چیه. گاهی جنبه ژنتیک داره، گاهی جنبه تربیت داره، مثلا تو خانواده چیزهایی بوده که باعث این وهم. اون منشأش باید پیدا بشه تا بدونه که سرچشمه این اوهام چیه. بعد از اینکه اون سرچشمه رو پیدا کرد، حالا برای درمانش چند کار بکنه. یک، جایگزین کنه. وقتی میبینه که فکرش رفت سراغ این خیالات واهی، قرآن رو باز کنه ببین معنای این آیه چیه.
فلان مسئله شرعی رو فکر کنه که حکم این شک بین 3 و 4 چیه مثلا، ذهنشو درگیر یک موضوع علمی بکنه، علمی و که دینی جایگزین بشه اونجا، که از اون حال بیاد بیرون. مطلب بعد این که بعضی از ذکرها باعث میشه که انسان کنترل نفس داشته باشه، قلبش در اختیارش باشه. یکی این که بعد از طلوع فجر دست رو قلب بذارن، 70 بار این اسم شریف یا فتاح رو که اسم خداست تکرار بکنن. یا فتاح. یا فتاح. که ذکر یونسی هست مثلا تو سجده، خوبه که انسان حالا مثلا 100 تا حالا کمتر بیشتر داشته باشه، خوبه. ذکر یونسی باعث این میشه که انسان از اون زندان وهم و خیال ها خارج بشه، چون اونها هر کدوم یه زندانی است. زندان نفس انواعی داره، یه زندانی است. و خدمت شما عرض کنم که تنها نمونه، معمولا تو جمع ها شرکت، مثلا تو مجالس مذهبی آثار فراوانی داره. خود قرآن و قرائت قرآن مطلقاً فایده داره که این چیز از بین میبره و اهمیت هم نده. حالا گاهی ممکنه که از منشأ نامرئی داشته باشه، اهمیت بده بدتر میشه. بله. خیلی ممنونم استاد. گفتن از کجا بفهمیم جادو شدیم؟ یعنی نشونه سحر و جادو چی میتونه باشه که ما؟ سحر یعنی تأثیر غیر معقول و غیر مشخص. اگر انسان مشکلی تو زندگیش اومد که هیچ دلیل منطقی و علمی و عامی نداره، هرچی فکر میکنه خب نباید اینجوری میشد، هیچ دلیل عادی نداره، اون میشه سحر. مثلا فرض کنید یه زن و شوهر که با هم خوبن، هیچ مشکلی هم نیست، با هم دعوا نکردن، هیچ فرض کنم که از هر حیث هم اینا کاملا با هم مساوی و هم فکر و همدیگه رو درک میکنن، یه باره 180 درجه به هم میریزن. این معلومه که منشأ عادی نداره دیگه، منشأ خارجی داره. اگر منشأ عمومی عادی علمی و عقلانی نداشت، اون وقت باید برن سراغ سحر به عنوان یک احتمال ها، نه به عنوان 100%، به عنوان یک احتمال برن سراغ سحر. خب خیلی ممنونم. گفتن که عرضم حضور شما که کسی سحر میکنه که فلانی بدبخت بشه و اتفاقات بد براش بیفته، پس این وسط اراده خدا چی میشه؟ البته فکر کنم توضیح دادین، حالا باز توضیح تکمیلی اگر داریم. توضیح دادم. منتها یه نکته دوستان توجه داشته باشن که بارها عرض کردیم این بحث سحر یه گناه کبیره. گفتم که اگر ما 5 تا گناه کبیره اسم ببریم در ردیف اول 5 گناهان کبیره، یکیش همین سحره. گناه کبیره طرف به حد کفر جلو میره. تو هم آیه 102 که درس کردم میگه که اینا کافر شدن، به کفر گراییدن به خاطر اینکه سحر کردن. اون فرشته‌ها کافر نشدن، اونا راه بطلان سحر رو یاد دادن. بنابراین اینو باید بدونن افرادی که اهل این کار هستن. و 2 تا مشتری نباشه که دکاندار نیست که. اونم که مراجعه میکنن گناهشون کمتر از کسانی نیست که سحر میکنن. عجب. اونا باید دکون رو ببندن. وقتی میبینی هیچ کس به سراغش نمیاد، دکون دستش جمع میکنه. مراجعه به ساحر حرامه، گناه پول دادن حرامه، پول گرفتن حرامه، عمل کردن حرامه مگر برای بطلان. مگر اینکه یقین کنه سحر شده، برای بطلانش وقتی اشکال نداره، خودش هم میتونه یاد بگیره، میتونه هم مراجعه کنه تا باطل بشه. اما اینکه کسانی که مراجعه میکنن که وقتی که رو ببندن، مراجعه میکنن که به زندگی کسی گره بندازن، باید توجه داشته باشن مرتکب گناهی میشن که هم حق الناس توش، هم حق الله، و تأکید میکنم گناه کبیره و حد ساحر قتله. اگر برای حاکم شهر ثابت بشه که این شخص ساحره، به عنوان حد باید رو به قتل برسونه، باید اعدام بکنه. اینقدر گناه بزرگ. مطلب بعد این که خب حالا کسانی که از اختیارشون سوء استفاده میکنن، خب سوء استفاده میکنن دیگه، خدا چیکار کنه؟ آدم خلق نکنه، اینجا جلو اختیارشو بگیره. اون طرف خداوند به حساب اینا میرسه. یعنی اون چی که از اینجا حق اینجا ازشون ضایع شده، اون کسی که اینجا دچار سحر شده، چه بسا اونجا همه اعمال خیر اون ساحر رو بگیرن بدن به این مسحور.
و چه بسا همه گناهان این مسحور رو بگیرن بدن اون ساحر. مثل کسایی که بهشون ظلم شده، بیمار اینم شدن، ظلمه. فلان شدن، اونور جبران میشه، اینم مثل هم. اینم خودش ظلمه و ظلم. بله دیگه. بله. خیلی ممنونم. گفتن چند سال پیش از منزلمون دعا پیدا کردیم. چند ماه قبل از پیدا کردن دعا برادرم که قبلا هیچ بیماری نداشت دچار جنون آنی شد و از کار و زندگی کلا افتاد. آیا ممکنه مربوط به اون دعاها بوده باشه و سحر شده باشه؟ نه، احتمالش خیلی ضعیفه. یعنی احتمال انقدر ضعیف که قابل اعتنا نیست، ولی خب حالا برای اینکه احتیاط کنن ابی نداره که اون اقداماتی که عرض کردیم رو انجام بدن و به پزشک مراجعه بکنن. چه بسا ممکنه جنبه فیزیولوژی داشته باشه و به پزشک مراجعه کنن ببینن که مشکل چیه. از طریق علمی وارد بشن قبل از اینکه بخوان از این طرق این گونه وارد بشن. آره اون دیگه آخرین مرحله. اگه هیچ چی جواب نداد ضرر نداره، به عنوان احتیاط اون کارو انجام یه مراجعه داشته باشه. معمولا ما اون اول میریم آخرین مرحله رو هم اول میگیم. فکر می‌کنم چون سهل الوصول مثلا شاید زحمتش کمتره، سری با یه نسخه دعایی چیزی مثلا بخواد حل شه. چون براش ما اهمیت زیاد قائلیم. خیال می‌کنیم که مثلا خیلی هم آره این گره‌گشاست، در حالی که نه، اون خیلی گره‌گشا نیست. لطفاً برای دفع جنی که داخل بدن شده هم راهکار ارائه بدین. مادرم یه حالت خیلی عجیب و غریبی دارن و از حدود 10 ساله که عین دیوانه ها رفتار میکنن. خلاصه که علم پزشکی با وجود بهترین متخصصین کشور با همه نوع وسیله‌های تشخیصی و درمانی هیچ نوع بیماری در ایشان نتونستن تشخیص بدن. ظاهراً اون مراحلی که صحبتش بود رفتن. ولی چندین بار مراجعه به دعانویس‌های خداشناس و خدانشناس، حالا اینجور که نوشتن، داشتیم. همه گفتن که جن داخل بدنش هست از طریق خوراندن سحر و جادو و هر کاری میکنیم اسم خدا و پیغمبر رو نمیتونه از صدا بزنن و استغفار و استغاثه به زبانشون نمیاد که بگن. چی کار باید کرد؟ بله، این که حالا سحر جن میتونه تو وجود انسان دخالت بکنه. آره، مثلا مجنون میگن یا دیوانه میگن. از جن همون کلمه مجنون از جن. بله، کسی که جن او رو یه واقعیت داره. حالا بعضی اینا رو قبول ندارن، خب نظره، ولی واقعی نیست. هم تو قرآن داریم هم تو روایات داریم شیطان دخالت میکنه. یعنی امکان وجود داره که جن داخل وجود هم در وجود دخالت میکنه، هم اون ما رو میبینه ما او رو نمیبینیم. حالا ایبی نداره من این نکته اصلا خدمتتون وجود. حالا جن که میگیم مثلا جن یعنی پنهان، ناپیدا. به جنین میگن جنین چون پیدا نیست. بله. به شب میگن جن، فلما جن علیه اللیل. به از کنم که به کشاورز میگن. خلاصه به این معنی چندین واژه داریم که آره، چون پیدا نیست بهش میگن جن. جن وجودش مثل هوا میمونه. هوا بله. در شرایط عادی خوب دیده نمیشه و اصلا نمیفهمه که اینجا جن هست. اگه متراکم بشه این هوا که به شکل ابر در بیاد، اون وقت شکل میگیره به خودش. بیشتر متراکم بشه به شکل مایع، به شکل ظرف در میاد. بیشتر متراکم بشه جامد میشه، دیگه خودش شکل داره از خودش. یا این توصیفاتون ما رو یاد یه سری فیلم‌های هالیوودی میندازه. پس اینا از یه چیزایی اینا رو میسازن. بله، نه این واقعیت داره. توی فیلم‌ها نشون میدن همین تقریبا شبیه همین دیگه. این حرف ابوعلی سینا هم هست. واقعیت داره. حالا این موجود اینجوریست و گاهی متمثل میشه. یعنی همون که اصلا فشرده میشه، اون وقت دیده میشه. درسته. باش صحبت میکنن، اونم باز خودش اونجوری که خودش بخواد متمثل میشه، به شکل انسان، به شکل حیوان، معمولا میشه مثلا گربه، چیزی از این قبیل که آسونه براشون. تمثل به اونها خیلی آسان‌تر از وقتی که دیگه ملاقات میکنن، با هم صحبت میکنن، گفتگو میکنن، میبیننش. اون فیلم، اون سریال احضار رو دیدید؟ آره، احضار. اون جن بود که عرض کنم که میامد تو اتاق بود، تا اون خانم اراده میکرد که از اون روح چیزی بپرسه، اون جن متمثل میشد به شکل همون شخص. خودش رو به جای روح میزد، به جای همون شخص خودش رو جا میزد و حرفای شیطان‌آمیزش رو القا میکرد به اون خانم. بله، امکان این که جن در وجود انسان هم نفوذ داشته باشه هست و اذیت هم میکنن و میتونن اذیت بکنن، اما راهش همون صورتی که عرض کردیمه. اگر بتونه مقاومت بکنه. من تو همین برنامه عرض کردم که
اگه بخوان این ذکر الله ها رو بگن میزننشون، اذیتشون آره میکنن. میگن نمیتونه بگه اصلا هر چی به زور بگه، مثلا با فشار بگه، کارش کنن که به هر شکلی شده به اونا بگن، مرتب انقدر بگن، انقدر قرآن پخش کنن که فضا برای اون شخص فضای از کنم که ناامنی بشه. یا مثلا توی ظرف زمانی و مکانی خاصی تحت این فشار قرارش بدن، مثلا توی مکان مقدسی، بله، مثلا ماه مبارک، شبای قدر. موارد داشتیم ما که مراجعه کرده بود، میگفت که وقتی رفتم تو حرم دیگه هیچ نبود. آره. وارد حرم شدم اذیت نمی‌شدم. هم مکانش هم زمانش هم اطرافیانشون میتونن کاری کنن که اونها از ذکر از قرآن میترسن، نور اونها رو فراری میده. قرآن نور است، ذکر نور، سخن اهل بیت. اگه اینها رو بتونن اطرافش تکرار بکنن، قرآن همراهش بکنن، ممکنه کتکش بدونن خاطر اینکه قرآن همراهش باشه. دیگه باید مقاومت کنن یه مدت تا ان شاءالله که نتیجه بگیرن. ان شاءالله. خیلی ممنونم دوستان. 3011-22 در اختیار شماست که سوالاتون ارسال بفرمایید. ما ان شاءالله فکر میکنم فردا هم برسیم یه چند تا سوال با همین موضوع از استاد محمدی شاهرودی عزیز بپرسیم. با توجه به اینکه تعداد پیامک‌ها زیاد هست، ان شاءالله اگر دوستانم صلاح بدونن فردا ما یه وقتی رو اختصاص بدیم سوالاتو بپرسیم. ضمن اینکه اون یا معصومه سلام الله علیها هم به همین سوانه میتونید ارسال بفرمایید برای دریافت پرچم متبرک. خیلی هم حالا پیام میدن که ما میخوایم با خود استاد تلفنی صحبت بکنیم یا ارتباطی پیامی بدیم، راهی هست یا نیست؟ یه کانالی است تو ایتا به نام اصول دین، به نام اصول دین، زیر نظر استاد محمد. از طریق اون کانال دوستان میتونن با ما ارتباط داشته باشن. من صوتی جواب میدم، بعد پیاده میشه، همون کانال هم گذاشته میشه اگر به درد کانال بخوره. و اگر هم نیاز به تلفن باشه، خود ادمین اون کانال هم زمانش رو هم شماره تلفنی که مشخص هست بهشون میده که در چه زمانی تماس بگیرم، بنده جواب میدم. خیلی ممنونم استاد محمدی عزیز. دعامون کنین که خداحافظ. حواسم بوده امشب. انشاءالله. رب صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق امام زمان علیه السلام همه بندگان خوبت، این جمع حاضر، دوستان عزیز بیننده رو از شر شیاطین جن و انس در پناه امام زمان محافظت بفرما. الهی آمین. گرفتاری همه مسلمان ها شرق و غرب، مخصوصا ملت مظلوم فلسطین، لبنان، یمن، سوریه، همه ملت های مظلوم رو هر چه سریعتر گرفتاریشون برطرف بفرما. الهی آمین. شر و مکر دشمنان اسلام به ویژه آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. الهی آمین. فرزندانمون نسلا بعد نسل از بهترین مسلمان ها قرار بده. الهی آمین. همه مریض ها، مریضه منظور شفای عاجل مرحمت فرما. الهی آمین. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود فرما. الهی آمین. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بده. الهی آمین. در فرج حضرتش تعجیل مرحمت بفرما. الهی آمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم لطف کرد.
راه امام حسین علیه السلام خیلی سریع انسان را به نتیجه میرساند. میرزا محمد اسماعیل دولابی در 9 بهمن 1381 شمسی درگذشت و در صحن عتیق حرم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام دفن شد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. العالمين يا رب العالمين.